باید یادآور شوم که امروز در محفل ما سراینده خوش‌آواز محبوب دلها دمیربگ علیموف و یکی از همه وقت در خدمت ما و شما هست برای رشد و سیاحی همین دیار امید ویدیو بسیار خدمت‌های شایسته کرده است. شما میتوانید تمام پخش و نوارهایی که برای شما جالب است در کانال یوتیوبی امید ویدیو تماشا کنید و من از نام مردم ریوت امید ویدیو منتداری خود را بیان میکنم و به شما برای کار خب دیگر ای جان و دلی دیده نوروز مبارک باد، ای لاله پژمرده نوروز مبارک باد. خب دوستان عزیز، حالا سخن را به خودی حافظا میده مرحمت دمیربگ. یک کفکوبی به خاطر ایشان. خوش آمدید. تشکر زیاد. السلام علیکم هموطنان عزیز. به بهار نو رسیدیم، زی بهار شکر گوییم. خدا به شکر که همه ما صحت سلامت بهار نازنین برسیدیم و بسیار نزدیکا میخواستن همین بهار برسن، افسوس که از بین ما رفتن. لیکن من همه شما را با بهار خرم تبریک میکنم. خداوند همیشه وطن عزیز ما آسمانش صاف کند، تینجو و امانی باشد. من همینجا همین دیه با در آمدن زمان بسیار خرسند شدم و بحر دلم گشاده شد. پدرها همه نورانی، مادرها فرشته، همه آدم جان، آدم دوست. آمدیم همراه معلم زیارتگاه رفته زیارت کردیم، گذشته و یک دعای فاتحه کردیم. این خط کننده ها به روی سفید، آینده رئیس های ولایت، رئیس ناحیه، پروکرور، سودیا، معلم، همش دستی همین ها. شما با برار بردباری آینده دانشگاهی دولتی و دانشگاه ملی با قبول شویتون و یک برای وطن، برای ملت خدمت کنیم. همه یک جایه یک قرصکی بلند برای همه خدا ما زنیم. نوروزتان مبارک باشد. یکم سروده از سرودی نوروز سر میکنیم، بعد از سرودهای دوام میدیم. مرحمت. از ماهی ما هم گذشت، ایام سرما هم گذشت، این فیض بر ما هم گذشت، نوروز خوش پیک آمده. از مهر پر شد سینه ها، نقشه نماند از کینه ها، شد به غبار آیینه ها، نوروز خوش پیک آمده. هر پاره خاکی وطن از شب زمین ایران، نوروز خوش پیک آمده. دارد وطن باغ و چمن، هر پاره خاکی وطن از شب زمین ایران، نوروز خوش پیک آمده.
گذشت یادی سرما هم گذشت فیض بر ما هم گذشت نوروز خوش بیت آمده از مهر پر شد سینه ها نقشه نماند از کینه ها شد به غبار آینه ها نوروز خوش بیت آمده 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 تشکر زیاد. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد.